ماشینی که اینجا میبینید اطلس، محصول جدید سایپا، خودرویی که در واقع فیسلیفت کویکه ولی انقدر جلو و عقبش تغییر کرده که عملا تبدیل به یک خودروی جدید شده. اگه بخوام در مورد طراحیش بهتون بگم، خب همونطور که میبینید کاپوت و چراغ از روی صحن برداشته شده، چراغ‌هایی که لنز دارن و باعث شده که خودرو یک چهره‌ای پیدا کنه و حس جذاب‌تری رو بهتون القا کنه. این قسمت ما جلو پنجره‌ای رو داریم که فرم کلی شبیه فورد پوماه، ولی این خطوط عمودی شبیه به جلو پنجره پانامریکانه مرسدس، جلو پنجره‌ای که توی بعضی از محصولات مرسدس بنز به کار میره و معمولاً هم توی محصولات اسپورتشون دیده میشه. این ماشین هم سعی شده که با استفاده از اون جلو پنجره و این چراغ‌ها حس اسپورتری رو به شما القا کنه. این قسمت ما یک تزیینات قرمز رنگی رو داریم که البته توی تریم های مختلف رنگش هم متفاوته، میتونه زرد یا آبی باشه و باز داره اون حس و حال اسپورتر رو میده. این قسمت یک اسپلیتر کوچیک هم گذاشتن تا با نمای جلوی خودرو جور در بیاد. میایم بخش ساید ماشین، جایی که ما رو یاد کویک میندازه ولی خب باز با استفاده از این تزیینات و همچنین آینه بغلی که اینجا میبینید سعی کردن که نمای جانبی خودرو رو تغییر بدن. از رکاب‌های استفاده کردن که رکاب‌های پلاستیکی که اون حس کراسوور بودنه رو بهتون بده و ارتفاع ماشین رو بیشتر از چیزی که هست نشون بده. و این نکته در مورد رینگ‌هاش هم وجود داره. خب ماشین رینگ 14 اینچی داره، اما اینجا شما یک علامتی رو می‌بینید که برای سیستم TPMS، سیستمی که فشار باد تایرها رو توی سیستم مالتی مدیا به شما نشون میده. اما میرسیم به نمای عقب، جایی که چراغ‌های نئونی رو داریم که حالا توی کویک اگه یادتون باشه چراغی که روی صندوق بود معمولی بود و بعضیا می اومدن با استفاده از چراغ افتر مارکت چراغ این بخش رو هم نئونی میکردن، ولی الان اطلس تماما نئونیه و حس و حال جدیدتری داره به ما القا میکنه. یه مقدار هم شبیه رنو کپچر، این سبک طراحی سی شکل. دیگه نشان اطلس رو داریم، لوگو تایپی که اینجا میبینید و جایی که حالا پلاک نصب میشه و این قسمت هم یک دیفیوزر نقره‌ای داریم. همین موضوع باعث شده که طراحی بخش عقب، حالا هم به خاطر این دو رنگ بودنه یا بهتر بگم سه رنگ بودنه، یه مقدار جذابتر بشه و همین که حس و حال اسپورتری رو بده. اطلس از موتور M15 GSI استفاده میکنه، موتوری که نسبت به قبل یک سری تغییرات داشته. مثلا از بالانسر بهبودی یافته استفاده میکنه و درچه گازش هم برقی شده تا بتونه استاندارد آلایندگی یورو 5 رو پاس کنه. اما چیزی که ما توی این ماشین و در واقع توی این موتور میبینیم و توی موتور قبلی یعنی M15 نمیدیدیم، سیستم VVT یا زمانبندی متغیر سوپاپ هاست. موضوعی که باعث شده هم میزان لرزش و نویزی که وارد کابین میشه کمتر بشه و همین که گشتاور خودرو و گشتاور موتور توی دورهای میانی بیشتر بشه. خب الان این ماشین میتونه 90 اسب بخار قدرت و 137 نیوتن متر گشتاور از موتور M15 GSI بگیره و حالا میتونه با دو تا گیربکس مختلف هم مچ بشه، یا با گیربکس 5 سرعتی دستی یا با گیربکس CVT یا همون اتوماتیک پیوسته که به صورت مصنوعی 6 دنده رو در حالت تیپترونیک در اختیارتون میذاره. اما میرسیم به نمای داخلی. ماشینی که ما الان توش هستیم نسخه جی اطلسه که کاملترین نسخه دنده دستی این ماشینه و یک سری آپشن ها مثلا سانروف و سیستم تهویه نیمه اتوماتیک رو داریم. تو این ماشین شما مثل نسخه های L و S که نسخه های در واقع پایه و اتوماتیک اطلس محسوب میشن، آپشنایی مثلا صندلی 4 حالته شاگرد و صندلی 6 حالته دستی راننده رو دارید. توی نسخه های اتوماتیک صرفاً کروز کنترل رو میبینید و توی نسخه ای که گرونترین نسخه هست و گیربکسش هم اتوماتیکه، شما صندلی راننده برقی رو میبینید به همراه گرم کن و حالا سنسور بارون و یک سری آپشنای دیگه. ولی آپشنایی که توی این ماشین مشترکه خب نمایشگر 7 اینچیه و نمایشگر کامپیوتر سفری که این وسط قرار گرفته که حالا به شما اطلاعات مختلفی رو میده، مثلا میزان بنزین و دمای موتور و تریپ به همراه دمای خارج ماشین و یه مقدار فرمی که حالا این قسمت برای پشت آمپرش به کار بردن شبیه BMW و بعضی از مدل‌های X22 هستش. کلا توی اطلس از پلاستیک خشک استفاده شده. شما تقریبا همه جای ماشین پلاستیک خشک رو می‌بینید که
حالا هم روی داشبورد و هم این قسمتی که ایربگ هست به کار رفته. به هر حال ماشین اقتصادی هستش، با اینکه گرونترین هاچبک سایپا محسوب میشه ولی باز هم تو رده خودروهای اقتصادی قرار میگیره. حتی توی ماشین‌های اقتصادی تویوتا هم ما همچین چیزی رو میبینیم. این ایراد نیستش، ولی چیزی که به نظرم باید سایپا روی اون یه مقدار کار میکرد این بود که رنگی که مثلا این دو قسمت الان به کار رفته با همین مقدار متفاوته. به نظرم این دو تا رنگ اگه با هم یکسان می بود بهتر میشد و حس بهتری رو میداد. و همچنین این در واقع دریچه‌های تهویه هوایی که اینجا هم به کار بردن، یه مقدار پلاستیکی که حالا به کار رفته و مکانیزمی که داره حس شکنندگی میده که اینم به نظرم اگه توی نسخه تولیدی تغییر پیدا کنه باز میتونه حس بهتری رو به سرنشین ها بده. سیستم تهویه نیمه اتوماتیک رو داریم که دما رو به صورت اتوماتیک میتونید تنظیم کنید و فن به صورت دستی تنظیم میشه. دکمه های قفل کردن ماشین و صندوق پران و سیستم کنترل پایداری هم اینجاست که میتونید از این طریق خاموشش کنید تا دیگه توی مدار نباشه این سیستم. صندلی که برای این ماشین به کار رفته ترکیب پارچه و چرمه که باز خوبه، اینکه کامل پارچه‌ای نیست بهترش کرده. و سانروف هم که داریم، این ماشین خوب از سانروف هم استفاده میکنه تا بتونه همزمان با اینکه به عنوان یک خودرو اقتصادی داره معرفی میشه امکانات نسبتا خوبی رو هم به شما ارائه بده.